عبدالله مشغول بازی با گوشی بود. صدای اذان از دور شنیده میشد، اما او هنوز سرگرم موبایل بود. در همین لحظه امام جمعه قشم عبدالباسط وارد میشه و به عبدالله میگوید: گوشی را کنار بگذار. ماه مبارک رمضان نزدیک است. این ماه بهترین فرصت برای نماز، قرآن، روزه و دعاست. مبادا این فرصت بزرگ را از دست بدهی. عبدالله نگاهی به قرآن می کند و در دلش احساس می کند که رمضان فقط یک ماه عادی نیست، ماهی است که خداوند درهای رحمت و برکتش را باز می کند. او می‌فهمد که نماز گفتگوی روزانه با خداست و در رمضان ارزش آن چند برابر می شود. قرآن پیام هدایت الهی است و این ماه بهترین زمان برای خواندن و عمل به آن است. روزه فقط گرسنگی نیست، تمرینی برای صبر، تقویت اراده و پاک کردن دل است. و دعا پلی است میان بنده و پروردگار، فرصتی برای درخواست بخشش و خیر برای خود و دیگران. رمضان ماه تغییر است، ماه بخشش است، ماه نزدیکتر شدن به خداست. هر لحظه آن میتواند زندگی ما را دگرگون کند اگر قدرش را بدانیم. پس اگر میخواهید رمضان امسال متفاوت و پربرکت باشد، با نماز دل خود را آرام کنید، با قرآن روح خود را روشن کنید، با روزه اراده و اخلاق خود را تقویت کنید و با دعا قلبتان را به خدا بسپارید. قرآن کتاب نور و هدایت است، کتابی که در ماه مبارک رمضان نازل شده است. رمضان بهترین فرصت برای نزدیک شدن به قرآن است. حتی خواندن چند آیه با توجه می تواند دل را آرام و زندگی را روشن کند. وقتی قرآن می‌خوانیم در حقیقت به سخن خدا گوش می‌دهیم. اگر با حضور قلب بخوانیم و به معنایش فکر کنیم، نور آن در رفتار و تصمیم‌های ما دیده می‌شود. رمضان و قرآن فرصتی برای تغییر و نزدیکتر شدن به خداست. رمضان فرصتی است که شاید دوباره تکرار نشود، پس آن را از دست ندهید.